نگرانی شدیدی پیمانی ملی تاجیکستان از بیماری چند زندانی سیاسی. بزرگمهر یاروف وکیل دفاع شناخته و زندانی سیاسی تاجیک از زندان به سزا انتقال یافت. احتمال باز 6-7 سال دیگر به مهلت حبسش زم کنند. پرونده عبدالقهار رازقوف به دادگاه ارسال شده است. رسانه ها نوشتند که پلیس قاتل عبدالقهار فرار کرده است. در چند نواحی ولایت سوغد از پی باران شدید سیل فرآمده، راه، خانه و تهخانه ها زیر لایابه مانده، چارواها تلف یافتند. پیمان ملی تاجیکستان با اظهار شدید نگرانی از وضعیت اخیر زندانیان سیاسی در زندانهای کشور از امبودسمن تاجیکستان دعوت کرد بدون تأخیر از حال آنها خبردار شود. در اظهارات از رئیس اداره زندانها منصور جان عمروف طلب شده است قضیه را بررسی نموده از طریق رسانه ها شرح رسمی پیشنهاد نماید. پیمان ملی تاجیکستان مسئولیت جانی آنها را بر عهده مقامات اول کشور می‌داند. پیمان ملی تاجیکستان طلب کرده است که زندانیان بیماری از سن 60 سال بالا هرچه زودتر آزاد کرده شوند. همچنین در اظهارات پیمان ملی تاجیکستان از صلیب سرخ و از سازمان عفو بین الملل و همچنین سازمان پزشکان بدون مرز طلب شده که از وضعیت زندانیان سیاسی خبر گرفته به آنها کمک‌های طبی فوری رسانند. تیمور ورقی رهبر دپارتمنت اطلاعاتی پیمان ملی تاجیکستان به پیام گفت در چند روز اخیر خبر بیماری محمورات آدینایف، محمد علی فیض محمد و جلال الدین محمود رسانه‌ای گردید که بیانگری شرایط بد و بی‌توجهی مقامات کشور به زندانیان می باشد. این حالت نگرانی جامعه را ایجاد کرده است. چند روز اخیر با ما معلومات نگران کننده می رسد که وضعیت بعضی از زندانیان سیاسی در وطن خیلی وخیم شد. انتقال محمد علی فیض محمد به شفاخانه قره‌بالو و بد شدن وضعیت جلال الدین محمود، از کار ماندن پاها و زرپرور شدن محمورات آدینایف ما را بسیار نگران کرده است. این خبرهای ناخوش ما را وادار کرد که پیمان ملی تاجیکستان یک نامه به مقامات تاجیک، امبودسمن، معاون وزیر عدلیه و رئیس زندانها مراجعت کنیم، روی کنیم و از آنها قطعا طلب نماییم که از مسئولیتشان نگریزند و از مسئولیتشان خودرسانشان کنیم. گفتنی است در چند روز اخیر خبری کرانتین شدن محمورات آدینایف به خاطر بیماری هپاتیت زرد پروین رسانه‌ای شد. علاوه بر این به پیام خبر رسید که محمد علی فیض محمد به خاطر وضعیت وخیم سلامتیش از زندان به بیمارخانه شهری انتقال داده شده است. همچنین جلال الدین محمود به خاطر بد بودن وضعیت سلامتیش در بیمارخانه زندان بستری می باشد. پیشتر خبرنگار زندانی عبدالستار پیر محمدزاده نیز از وضعیت بد زندان و شدت گرفتن بیماریش شکایت کرده بود. چند قبل خبری بیماری دیگر خبرنگاران زندانی نیز رسانه‌ای شده بود. خبرهای دیگری نیز وجود دارد که وضع سلامتی اکثریت زندانیان سیاسی بسیار بد و شرایطشان نگران کننده می باشد. یک منبع به پیام اطلاع داد علیه بزرگمهر یاروف وکیل دفاع شناخته و زندانی سیاسی تاجیک پرونده نو باز شده او را به بازداشتگاه موقتی یا سزا انتقال داده اند. منبع میگوید با گمان غالب اتهام نو قلابی می باشد و میخواهند به مهلت زندانی بزرگمهر یاروف باز 6-7 سال دیگر زم کنند. بنا به اطلاع منبع انتقال بزرگمهر یاروف به بازداشتگاه موقتی طبق طلب خود او بوده است. حقوق شناس زندانی طلب کرده است اگر علیهش جرم نو اعلان کرده اند بگذار از روی طلبات قانون او را تا مرافعه سودی به بازداشتگاه موقتی کوچانند. جمشید یاروف برادری بزرگمهر یاروف که مقیم اروپا است در جواب به زنگ تلفنی ما گفت از اینکه بزرگمهر را به سزا انتقال داده اند خبر ندارد ولی از کشادن پرونده جنایتی علیه برادرش آگاهی داشت. خبر درباره اینکه بزرگمهر یاروف رو از محبوسی از هم محبس خانه
وازبین، کریتی، دوشنبه به سیزده گذراندن. ما حالا تصدیق کردن نمیتونیم برای که یگان کس به تماس برآمده است با ما، یگان معلومات نداده است. یکی اویدی اون که باید در از وحدت به دوشنبه انتقال داده شد و نسبت وی پرونده آغاز شده است. ما یک 2-3 ماه پیش وقتی که انتقال داده شد در سایتمون هم گفته بودیم، در رسانه ها هم گفته بودیم که احتمالی آغاز پرونده جنایتی هست و الکی ما میدونیم انیخ که نسبتش پرونده جنایتی هست، ولی مشخصا با کدام ماده، با کدام قسم ماده، کدام جرم پیشنهاد کرده شده است، چی فکت است، یگان معلومات نیست. این همش از اون برمی آید که مقامات چون هر وقته با زمان راهی پنهانکاری، راهی گمراهی در آوردن خویش تبار، جواب ندادن به پاسخها رو پیشه کرده است. گفتنی است ماه نوامبر سال 2022 بزرگمهر یاروف را برای 2 سال به زندان نظامش پوشیده و پرزوری معروف به کریتی انتقال داده بودند. پایگاه رسمی بنیاد بزرگمهر با نشر این خبر گفته بود که در آستانه تجلیل از روز پرزیدنت مقامات زندانها با بزرگمهر یاروف درباره نقش امام علی رحمان در جامعه و پیشرفت کشور بحث میکنند و انتقادات او به مسئولین پسند نمی آید. گفته های بزرگمهر یاروف را 2 زندانی دیگر نیز دستگیری میکنند که در نتیجه هر سه را روانه اتاق جریموی کرده اند. بزرگمهر یاروف 28 سپتامبر سال 2015 بعد اعلان آمادگی به حمایت از حقوق اعضای بازداشت شده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان دستگیر و در جنایت‌های مختلف از جمله قلابی و ساختکاری و تحقیر پرزیدنت عیبدار شد. بر این اساس دادگاه او را به 28 سال زندان محکوم کرد. تا حال کشورهای غربی و چندین سازمان‌های حامی حقوق بشر بارها از مقامات تاجیکستان خواستند که بزرگمهر یاروف را بدون قید و شرطی از زندان رها کند، ولی مقامات کشور در هیچ مورد درخواست نهادهای حقوقی را به عنابت نگرفته است. تحقیق پرونده مرگ مجبوری عبدالقهار رازقوف که در بازداشتگاه شعبه وزارت کارهای داخلی اتفاق افتاد به پایان رسیده به دادگاه ارسال شده است. در این باره رادیوی آزادی با استناد به دادستانی منطقه خبر می‌دهد. منبع گفته است پرونده برای محاکمه به دادگاه رفته است و تفصیلات هنگام مرافعه رد و بدل خواهد شد. در دادگاه کولاب هم تصدیق کردند که پرونده را هفته قبل گرفتند، اما زمان بررسی دقیق نیست. این هم در حالی است که پایگاه اصلاح تیوی 2 روز پیش خبر داده بود که شمشاد شریفوف افسر میلیسه شعبه منطقوی ریاست امور داخلی ولایت ختلان در شهر کولاب و یک از متهمان قتل عبدالقهار رازقوف برخلاف گفته مقامات وزارت داخلی بازداشت نشده است. پایگاه اصلاح تیوی نوشت که طبق معلومات رسیده از منابع موثق در شعبه وزارت کارهای داخلی شهر کولاب نزدیکان او قصد دارند او را به مسکو به نزد یک عمکش که در گذشته در مقامات فعالیت میکرد بگریزانند. محمد اقبال صدرالدین مدیر پایگاه اصلاح این قضیه را به ما چنین شرح داد. آنچه که در مورد شمشاد شریف و یکی از قاتلان عبدالرازق قهاروف که پرسیدید که او آیا فرار نموده است، این را باید برایتان بگویم که شمشاد شریف واقعا هم یک نفری قاتل است که در مقامات قدرتی کار و فعالیت می نماید و در مورد اینکه او بازداشت شده است و او را بازداشت نمودند و او را گویا در بازداشت است، من به صراحت می گویم که او نه بازداشت شده است و چیزی نشده است. او در آزادی است و نزد عمک قاتل دیگرش امام حق نظر شریف باید رود و در کل اگر بگیریم اینها یک عائله قاتل هستند، چی برادرش، چی عمکش، چی پدرش، همه اینها به قتل های دست زدند در گذشته. مثلا پدرش امام شریف در گذشته به قتل نمودن سردختری پیشینه در یعنی که جرقله به وظیفه دکتری رسید. عمکش در راه آهن کار کرد، حق نظر و با قتل و کشتارها معروف بود. در 5 کشت آدم فرار کرد، رفت روسیه، شهروندی روسیه را گرفته است و همین خیل
یعنی که در عموم اگر ما این مسئله را قضیه را بگیریم یک عائله کاملا یعنی که قاتل هستند که در پروکراتورا و ملیسه و در ساختارهای قدرتی ایفای وظیفه می نمایند و با صراحت میگویم که هیچ بازداشت نشده از قاتل عبدالقهار رازقوف و در آزادی است و امکان دارد که الکی فرار نموده به روسیه رفته باشد. اگر پس از این برنامه ها او را بازداشت و واقعا هم یعنی زندان نکنند تا به حالا چیزی نشده است. عبدالقهار رازقوف شب 2 ینوری امسال از طرف ماموران ملیسا دستگیر شد و در شرایط مرموز کشته شد. مقامات گفتند او به فروش مواد مخدر گمان زد بود. نزدیکانش کمش 2 دفعه اعتراض کرده خواهان بازداشت و مجازات سببگاران مرگ او شدند. آنها گفتند عبدالقهار رازقوف زیر شکنجه جان داده است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در اعلامیه گفت او در راه و بر اثر استعمال زیادی امفتامین درگذشت. با این حال به اطلاع رسمی 3 مأمور ملیسا به بی‌صلاحیتی گمانبر هستند. 1 نفر بازداشت شده، 2 دیگر در آزادی است. عبدالقهار رازقوف 37 سال داشت و 2 فرزند دارد. بر اثر آمدن سیل در محله 30 شهر خودجند راه‌ها، تخانه و حتی چندی از خانه‌های استقامتی زیر لایابه مانده، شمار از چارواها فوت دیده‌اند. خبرگزاری از پولس با نقل از گفته کارمند کمیته حالتهای فوق‌العاده نوشته است که در نتیجه آمدن سیل 2 کیلومتر راه محلی تخریب یافته، 1 بنای استقامتی، 2 مالخانه و 1 قسم زمین‌های کشاورزی از جمله 1 باغ زردآلو قسماً زیر آب مانده است. در حدود جماعت دهات دهمای و گلخنی ناحیه جبار رسولوف نیز سیل به قید گرفته شده است. در حدود جماعت دهات چارکوهی شهر اسفره تقریباً 300 متر راه محلی را لایابه و سنگریزه زیر کرده است. ساکنان از خراب شدن خانه و تلف یافتن مال و چاروایشان میگویند. گفته می شود عین حال برای انجام دادن دیگر کارها عاید به رفع عاقبت‌ها و معین کردن ضرر در محل‌ها کمیسی‌های منطقوی حالت‌های فوق‌العاده کار کرده ایستاده‌اند.